آقا 1 کیلو سیب زمینی شد 4 عدد. همین میخواد حالا درستش کنه ببینیم که به صرف در میاد از لحاظ اقتصادیش یا نه. من نمیخوام ببینم به صرف در میاد، بخوام ببینم میتونم یا نمیتونم. موردی مگه این هم یک دونه چیپس. خب اول باید چیکار کنیم؟ بریم بپوش کندن. برو باید پوست کردن. مدل چیز خیلی کوچولو میشه نه؟ داشت فاتحش میکنی اون زیر. چرا؟ درسته دیگه. این الان چیپس نمیشه خدا بگیری سید این چیپس میشه؟ اینقدر باید نازک بشه با چوبون اینقدر نمیشه بزنی. نه این نمیشه 100% میزنی یا بزنم؟ نه دیگه بزن دیگه ریزش میکنم. خب چرا الان باید بریزیم تو آب؟ نشسته شسته بشه درسته؟ من یه جا خوندم باید نشستهش آره دیگه نشستهش باید شسته بشه نسوزه. خب ما اینا گذاشتیم تو یخ نشستش گرفته بشه شوک بهش وارد بشه خشکش کردیم میریم سرخش میکنیم در ادامه با ما رو باشیم. خب دستمال کاغذی میگیریم دونه دونه چیپس ها خوش میکنیم. مراحل قبلی رو دوباره تکرارش میکنیم. ببین کلا حس میکنم چیپس درست کردن تو تایپ هم نیست. این غذا سریع همجوری با هم قاطی بدی چیپ نیست؟ تایپ هم برانده زیاد نگاه کردم میذاره من. یه برنامه دیگه داشتم کتل چیپس رو دیدی؟ این کنارهای چیپس که میمونه حالا یا این کارو میکنن یا کلا بعد اونو با گوشت برقی کلا پورهش میکنن حالا شاید هم یکم آفس بعد ادویه میذارن داخلش مثلا حالا میگو میذارن شرکتیاشو گرانچی میشه زد هرچی بعد مثل پنکیک میذارن دروغن صبح میشه پف میکنه. این اگه جواب داد منم میگم میخوای از اینا بریزیم بعد جا بزنیم. حواسم هست. چیپس هم ساده گرفتم که نگیم که مثلا این تمدار بود خوش من چیز سرکه نداشتم می‌خواستم سرکه‌شون بزنم. بالزامیک خواه به کجا رسیدی؟ این چیز رو کردن تمام شد یکم تو مشکل خوردم هیچ میخوام باید یه زمان بیشتری باشه یه مقدار چیپس شد یه مقدارش هم داره برای شام حاضر میشه. خب تموم شد بالاخره حجمش رو دیدید خیلی حجم بالاییه ولی خب به نظر من هنوز نمیارزه از لحاظ هزینه‌ای شاید کمتر از این شده باشه ولی خب نمیارزه دیگه این مشخصه. اصلا کمردرد من مهم نیست. 1 ساعت شد دیگه 1 ساعت و نیمه کلی. ببین من نون درست کردم بعد 3 ساعت نماز صبحونه اومدم کردم ساعت 3 بعد از ظهری که خوبه الان عالیه. نون درست کردیم 3 ساعت طول کشید. خب حالا اومدیم تست کنیم که ببینیم چیپس شرکتیه با چیپسی که حمید درست کرده چه فرق می‌کنه. از لحاظ ظاهری معلومه این خوش رنگ‌تره. نه کی گفته بیا نه این شرکتیه یه مال من دو تا چیز مشخصیه دیگه. خب الان نظر شما چیه اونایی که نشستن راست یا چپ واقعا؟ نه دیگه دستت پوش نگرد شرکتی دارم میگه سایت تو چی؟ آقا ظاهر رو داریم میگیم آقا الان آقا هیچ فرقی نمیکنه این فقط تا داریم دیگه ظاهرش. خب حالا از لحاظ مزه اول کدومو میزنی حمید جان؟ نه اول چیپس شرکتی. من از این نخوردم جالب. آره خیلی تورده خیلی تورده. خب توردی این باید زمان بود بیا اینو بیا این دوست دارم اینو بخورم. یکم تورده اصلا تورد نیست خدا وکیلی. خوش نشده هنوز همین باید شرکت باباشه یه وقت دلشون نخواد. تست کن نمیدونم تست کن. اینا تورده باید تو شوره مالم مثل سگ شوره. من برم سیب زمینی یه چیزی بیارم.
با نمک همین بیا بالا با خدا میگم دیگه نمک بدی اینجا. آقا اون شکری بهتر کامل خوشمزه است، سالم‌تره ولی بخوایم یه نتیجه گیری کلی به وقت و هزینه‌ای که می‌خوای بذاری این راحت‌تر. با این قیمت شاید بتونی خیلی بیشتر از این چیپس بخوری. خب اصلا نمیارزه، خیلی شده. آقا خیلی ممنون تا اینجای ویدیو دیدیم. ممنون میشم که لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید. فرقی حدیثی؟ تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.